سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که هفته خوبی پشت سر گذاشتنده باشه. من سپیده کریمی امرا با جناب دکتر صاحب میرویس ایوبی در برنامه فن سیاسی در خدمت شما قرار داریم و این هفته قرار است روی موضوع شأن و جایگاه علمی سیاست بحث کنیم. از جناب دکتر صاحب محترم خواهش میکنم که بحث آغاز کنم. به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت شما خانم کریمی و همه دوستای شنونده محصلین گرامی. همونطور که گفتین موضوع بحث امروز ما جایگاه علم سیاست هست یا جایگاه علمی علم سیاست یا شأن علمی علم سیاست و من تلاش میکنم که بحث ما طرف فلسفی سیاسی یا بعضی از حضورهای دیگه کشنده نشه، متمرکز باشم به بحث. میدانیم که سیاست جز علوم اجتماعی است و علوم در کل تقسیم میشه به دو بخش، علوم اجتماعی و علوم ساینسی. خب قبلا یک ذره وضاحت بدم. قبلا همه علوم و فلسفه و اخلاق با هم یک کلیتی بودن. این در تمام سنت های شرقی و غربی به همین شکل. حتی وقتی ما حکیم میگفتیم ممکن بود که شخص مثلا طبابت کنه و حکیم میگفتن، یا این بود که عالم دین باشه یا فیلسوف باشه. یعنی همه اینا با هم ادغام بود و بزرگایی هم که شما در گذشته بزرگای حوزه علم و معرفت فیلم شناسی میبینید در همه رشته ها صحبت کردن و می نوشتن، مثل فارابی و ابن سینا و دیگران. و این مسئله تا به قرن 18 هم دوام کرد. حتی نیوتن کتاب خود به نام فلسفه فیزیک نامگذاری کرده. یعنی فیزیک هم به شکلی تصوری بود که تفاوتی از سایر معارف بشری ندارد. اما بعد از به اصطلاح ظهور دانشمندای مثل گالیله و کوپرنیک و کپلر و اینها کمی به اصطلاح تفاوت ایجاد شد. یعنی یک رشته که جنبه علمی داشت، اعتبار بالاتری داشت، خیلی قابل پیش بینی بود، جدا شد از بدنی فلسفه که همون به اصطلاح رشته یا حوزه‌ای بود که تحت عنوان ساینس معرفی شد و جان گرفت. و برعکس قبل ای علم که مبتنی بر تجارب و مشاهده بود خیلی به مزاج اهل دین مسیح منظورمانه هم خوش نخورد و مشکلاتی خلق کرد. و به هر حال به مرور این سوال پیش آمد که خب وقتی که در حوزه علوم طبیعی اینقدر علم تونسته با قطعیت و با دقت به اصطلاح کارهای و دستاوردهای بسیار قابل پیش بینی و قابل اطمینان داشته باشه، چون در سایر حوزه ها، در حوزه زندگی اجتماعی علوم نتونن این وجهه و این اعتبار پیدا کنن. اصلا در حوزه فلسفه هم کانت کلا در تحت تاثیر جریانی که از نیوتن شروع میشد به فکر افتاد که فلسفه را به اصطلاح از اون حالت انتزاعی و خیلی کلیگویی و متافیزیکی بکشانه به داخل زندگی انسان. و در حوزه علوم اجتماعی آگوست کونت به بنیانگذار پوزیتیویسم و پوزیتیویست‌ها ظهور کردن، اینا تلاش کردن علوم اجتماعی را اعتبار زیاد کنن و قابل پیش بینی و قابل تکرار رو بسازن. و به این ترتیب در حوزه فلسفه علم کلا از ارسطو شروع و بعداً باز اینا در یک رشته دیگه خوانده میشه فلسفه علم. با گونه میپردازیم. یک از جریان‌ها همین پوزیتیویست‌ها بودن. اینا یعنی تمرکز آگوست کونت کسی روی جامعه شناسی سیاسی و روی علم سیاست تماس میگیره، ولی تمرکز از اون علم سیاست نیست. ولی اون علوم اجتماعی رو به حیث علوم ساینسی معرفی میکنه. معتقد است که علوم اجتماعی میتونن مثل ساینس به اون قطعیت و اعتبار برسن. و اصلا علوم اجتماعی فیزیک اجتماعی هست. شما میدونید که
الگوی علم تا هنوز هم فیزیک، یعنی وقتی که یک علم خاص باشن اعتبار علمی از او جایگاه علمی از او تحلیل کنن، میبینن چقدر با فیزیک و با او به اصطلاح ویژگی های علم فیزیک نزدیک است. و به این خاطر اگوستین میگه علوم اجتماعی فیزیک اجتماعی است. و تفاوت هایی که مثلا بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی میتونه وجود داشته باشه را اشاره میکنن. مثلا میگن علوم اجتماعی چند علت معلولیه، علوم اجتماعی انضمامیه، علوم اجتماعی چند وجهیه. و به قطعیت علوم طبیعی طبعا نمیرسه، به خاطر که در این انسان محور است و موضوع هست. موضوع بحث علوم اجتماعی انسان و روابط انسانیه. طبیعیه که بود فرهنگی داره، بود ابعاد متفاوت دیگه داره، ولی پوزیتیویست‌ها تلاش اینا اینه که در علوم اجتماعی احساسات و عقاید و ارزش‌های انسان‌ها دخیل نشه. یعنی وقتی شما علم اجتماعی می‌خواید مثلا تولید کنید، تحقیقاتی که انجام بدید، این آزمایش‌هایی که انجام بدید، اینا باید بر مشاهده و بر تجربه استوار باشه، بر آمار و ارقام استوار باشه، مثل علوم طبیعی. و ملاحظات شخصی و دیانت و اخلاق و احساسات و به اصطلاح غرایز و هیچ چیزای شما داخل نشه داره. اگرچه که هنوزم تلاش همیشه همینه که علم تا حد زیادی جنبه عینی خود حفظ کنه و با سوگیری و با مثلا جانبدارانه شما اگر تولید کنین یک تئوری یا مثلا یک فرضیه را خواست باشین تست کنین، اون اعتبار خود از دست میده اگر ملاحظات شخصی در داخل بشه. و اینا فکر میکردن که اگر انسان شما به یک موجودی که اعتقاد داره، ارزش‌هایی داره مطالعه کنید، این دیگه اعتبار علمی از دست میره، برای اینکه اعتبار علمی داشته باشه مگر مثل علوم طبیعی انسان مثل یک موجود طبیعی و خب میدونین که وقتی که ما میایم علوم طبیعی رو به اصطلاح اساس قرار میدیم یا الگو قرار میدیم، خب در علوم طبیعی و در همه علوم همیشه یک ویژگی های مثلا مثل رابطه علی معیار بوده که رابطه علی به معنی که رابطه علت معلولی، اگر یعنی ادعای اینه که هر اتفاقی که میفته یک علت داره و اگر ما بتونیم این رابطه رو تشخیص بدیم که بین این علت و معلول، رابطه‌ای که بین علت و معلول است، اگر بتونیم کشف کنیم، در حقیقت یک کشف علمی است و علم به همین میپردازه. و علاوه بر این خب علم به دنبال اینه که در حقیقت بتونه روابط پایدار بین پدیده‌ها را کشف کنه و از این طریق بتونه به قواعد کلی برسه. و علاوه بر این معمولا علم میگن باید قابل پیش بینی باشه، قابل تکرار یا متقن باشه و علم باید پیشرونده باشه. اینا ویژگی‌هایی که در علوم طبیعی وجود داشته، اینا رو تلاش کردن که در علوم اجتماعی هم تسری بدن و علوم اجتماعی هم به اینا به خصوصیات مجهز کنن. بالا بعداً میرسیم به این که خب این دیدگاهی پوزیتیویست‌ها بعدا مورد انتقاد قرار میگیره و این انتقاد به معنای از این نیست که این کار از اینا اعتبار نداره. کار از اینا کار بسیار بزرگی بود، کار اگوستین، و در حقیقت علوم اجتماعی را علم ساخت که امروز در دنیا میدونیم که علوم اجتماعی را ساینس میگن، سوشیال ساینسز میگن. ولی در فلسفه علم ما میدانیم که علم و تعریف علم و ویژگی‌های علم در طول تاریخ بسیار تفاوت کرد، بسیار تغییرات آمد داره. یک بحثی است که بیرون از چارچوب بحث ما است، از تعریفی که ارسطو در مورد علم داده بود تا بعدها مثلا این مکتب پوزیتیویستی و بعداً که میرسیم به مسئله بطلان پذیری کارل پوپر که بطلان پذیری مطرح میکنه و در نهایت توماس کون که بحث پارادایم مطرح میکنن. به اینا هر کدوم از اینا به شکلی در جریان درس پرداخته میشه. یعنی تحول زیادی به مفهوم علم میایه و تغییر میایه در مؤلفه‌های علم، ویژگی‌های علم چه خصوصیاتی داره، روی از اینا تغییر زیاد میایه. خب اگوست کنت و مکتب اثبات‌گرایی میگن که علوم طبیعی علوم اجتماعی است، فیزیک اجتماعی است. درست است به انسان و روابط انسانی میپردازه، اما بازم میتونه که مثل علم اما ویژگی‌ها و خصوصیات در خود حفظ کنه، یعنی بر تجربه استوار باشه.
از مسائل تجویزی و هنجاری و اخلاقی و دینی و متافیزیکی دور نگه داشته شه. آدما وقتی که تحقیق میکنن دین اینا، عقاید اینا، قومیت اینا، هویت اینا در تحقیق اینا دخیل نشه. لذا تایی که نتیجه تحقیق از اونا بتونه قابل تعمیم باشه، بتونه به قواعد کلی ما برسیم که بر همه جا در همه زمان قابل تکرار باشه، قابل پیش بینی باشه، مثل علوم ساینسی، مثل فیزیک. وقتی شما مثلا آب به 100 درجه به جوش میاریم، همیشه به 100 درجه به جوش میاریم. اما آیا در علوم اجتماعی ما میتونیم به چنین قواعد کلی و متقنی برسیم که قابل تکرار باشه، قابل پیش بینی باشه و بتونیم آینده پیش بینی کنیم؟ این سوالی میره که همیشه مطرح بوده، ولی اگوست کنت آمد و ادعا کرد که علوم اجتماعی تفاوتی از علوم طبیعی اینه که علوم اجتماعی انضمامی هستند، چند علت معلولی هستند، چند وجهی هستند، اما در این زمان میتونن مثل علوم طبیعی نه با اون قطعیت ولی میتونن مثل علوم طبیعی مورد مطالعه قرار بگیرن و به اون مرحله از اعتبار برسن. این که چند علت معلولی و انضمامی یعنی که انتزاعی نیست و از به اصطلاح رویدادهای مختلف، پدیده‌های مختلف دست به دست هم میده. یک اتفاق میفته، اتفاقای مسائل اجتماعی منظور ما. فرض کنیم مثلا تظاهراتی، اعتراضی، مثلا انتخاباتی، حتی کشمکش‌های داخلی، تغییر رژیم، تغییر قانون، همه اینا تصامیم و اجراعات تو اموریه، یعنی ممکن امر اقتصادی باشه، امر سیاسی باشه و بحث رو امر سیاسی که از نتیجه به اصطلاح تحولات و رخدادهای مختلفی حاصل شده، یعنی انضمامی است. یا چند علت معلولی است. مثلا اگر شما خواسته باشین بفهمین که مطالعه کنین که خشونت علیه طفل در جامعه چی دلیل علتش چی است، مثل علوم طبیعی نمیتونین که خیلی راحت بگیم هیدروژن و اکسیژن با هم یک داخل آب ساختن، دو تا علت با هم یک جا شده. این رقم نیست. شما برای مطالعه کردن خشونت بر طفل ممکنه که ده ها متغیر شناسایی کرده باشید، مثلا فقر، مثلا بی‌سوادی پدر مادر، مثلا معتاد بودن پدر، مثلا خیلی مسائل میتونه دخیل باشه. ولی همه اینا شما میتونین که با فیصدی نشان بدین که چند درصد به طور مثال دخیل است. یا میتونین مثلا بعضی از اینا نادیده بگیرین، یک متغیر مطالعه کنین، مثلا تنها معتاد بودن پدر مادر و نقش زور بر خشونت بر طفل، مثلا تاثیر زور بر خشونت بر طفل مطالعه کنین. یعنی راهی وجود داره که آدم بتونه این مطالعات به شکل علمی انجام بده. اما مشکلی که در رفتارگرایی وجود داشت، مشکل بسیار جدی بود. یعنی یه ادعای که ما علوم اجتماعی میتونیم مثل علوم طبیعی مطالعه کنیم، ادعای بسیار گزافی بود و خیلی زود ضعف‌های معلوم شد. و به خاطر جریان‌های ظهور کردن به نام جریان‌های به اصطلاح پسا رفتارگرایی، حالا ما به هم نمی‌پردازم ولی میگم که اینا ادعای اینا چی بود. اینا ادعای اینایی بود که در رفتارگرایی معنا نادیده گرفته میشه. در جامعه انسان‌ها با نظام‌های معنایی زندگی میکنن. برای انسان زندگی رو معنا داره، زندگی اجتماعی معنا داره، زندگی جمعی انسان‌ها معنا داره و اینا با معانی زندگی میکنن، نمیشه نادیده بگیریم. یا به طور مثال ارزش‌ها رو نادیده میگرفتن. شما نمیتونید انسان‌ها رو مثلا تقلیل بدید مثل یک شی مطالعه کنید. خب انسان دین داره، اعتقادات داره، انسان به نظام اخلاقی پایبنده، انسان ملاحظات قومی داره، تعصبات داره، هویت داره، همه اینا برای از اون مهمه و امکان نداره که شما اینا رو همه رو نادیده بگیرید و نقش از اینا و دخالت از اینا رو در مسائل عینی، یعنی رابطه ذهن و عین نمیتونید منفک کنید در علوم اجتماعی. ذهنیات و عینیات با هم دخیل میشه، با هم خلط میشه، با هم در ارتباط قرار میگیره و نمیتونید زمینه‌های فرهنگی نادیده بگیرید، نمیتونید به ساختار و نهاد بی‌توجهی. ساختارها و نهادها هم رفتارگرایی، چرا که در رفتارگرایی تنها تکیه به این بود که علم سیاست رو ما میتونیم از مطالعه رفتار قابل مشاهده سیاستمدارا و مردم بفهمیم. مثلا اگه نفر میره رأی میده، ما میتونیم اینو مطالعه کنیم چند نفر رفت رأی داد، کی رأی داد و تمام. اما کسایی که بعد از اون اومدن گفتن که این معنا نداره. یک نفر میره رأی میده، اصلا شعوری رأی میده، از اون شور قومی رأی میده، اصلا شعور نداره. یک نفر میره رأی میده به خاطر ساختار مثلا اقتدار خانوادگی، پدر خانواده گفته فلان رأی میره رأی میده.
شما بعداً بیایی نمیتونی که بر اساس این آرا مشروعیت نظام سنجش کنی، چون ممکنه مردم مثلا کسایی که احساسات مردم بر از روی مسائل قومی و تعصبات و دیگه بوده هیچ کرده باشن. ممکنه از نظر تاریخی جامعه در یک حالت التهابی بوده باشه، سقوط یک رژیم استبدادی و زورگو باعث شده باشه که مردم با هیجان زیادی مثلا به انتخابات بعدی بیان حاضر شن و یک حرکت به اصطلاح فوق العاده احساسی و مقطعی باشه. لذا این نمیشه که مبنای تحلیل شما باشه. وقتی شما فرض کنید در مورد مشروعیت نظام میخوایم نظر بدید یا در مورد فرهنگ سیاسی میخوایم تحلیل کنید که فرهنگ سیاسی شما مشارکتی است، مدنی است یا طبیعی و به اصطلاح محدود و انواع دیگه است. و هر چیزی که شما مطالعه کنید میبینید که احساسات مردم، دانش مردم، ارزش‌های تاریخی که در یک جامعه وجود داره، احساسات و روحیات مردم، خلق مردم، همه اینا تاثیر داره. در یک جامعه روحی ملی وجود داره، در یک جامعه وجود نداره. در یک جامعه مردم به اصطلاح حس قانونمندی در یک جامعه ندارن. در یک جامعه مردم روحی تحزب دارن، حزب میپسندن، حزب از نظر اونا چیز خوبیه، میدونن که حزب بدون حزب جامعه و کار سیاسی و کنش سیاسی نمیتونه صورت بگیره، گفتگو نمیتونه شکل بگیره، فضای عمومی نمیتونه به وجود بیاد که بدون از کنش سیاسی به وجود بیاد و آدم‌ها بتونن صحبت کنن، گفتگو کنن، نظریات خود مطرح کنن، تبادله کنن. اما یک جامعه ممکنه از حزب بسیار خطرات بدی داشته باشه، روی تحصیل نداشته، حزب بد ببینه، حتی حزب مثلا به دلیل پایین بودن سطح شعور سیاسی و دانش و آگاهی از نظر از نوع حزب یک چیزی مخالف دین و اعتقادات از اونها تلقی شده باشه. خب اینا روی تعظم ندارن دیگه. اینا نمیتونی روحیه رو مثلا در نظر نگیری، فقط تعداد آدم‌ها رو در نظر بگیری که حالا در یک تظاهرات یا در یک انتخاباتی آمدن. لذا انتقاداتی که از جریان‌های مختلف به طرف رفتارگرایی به اصطلاح سرازیر شد باعث شد که رفتارگرایی به یک پارادایمی که در علم سیاست وجود داشت و قرار بود همه تحقیقات دانشگاهی بر اساس صورت بگیره، این زیر سوال بره و با بحران مواجه شد و زمینه برای ظهور یک پارادایم دیگه به وجود بیاد. و این باعث شد که رویکردهای جدیدی که عمده از اون که در حقیقت به حیثیت یک پارادایم شیفت در علم سیاست داره، رویکردهای تفسیری گفتمانی بود که ظهور کرد، به وجود آمد. حالا قبل از اینکه من به این بپردازم یادم رفتم که اصلا آیا ما میتونیم ادعا کنیم که علم سیاست به حیث یک دیسیپلین در دنیای امروزی مطرح است یا نه؟ خب این که به اصطلاح اگوست کونت آمد یا توسیستا گفتن که علوم اجتماعی علم است، طبیعیه که علم سیاست هم جزو علوم اجتماعی است. بالا میتونیم ادعا کنیم که علم است، اما در دنیای امروزی به حیث یک دیسیپلین دانشگاهی هست یا نیست؟ ببینید وقتی شما میبینیم دنیا متوجه میشیم که بله علم بنا به علم سیاست وجود داره و اون خصوصیاتی که یک دیسیپلین باید داشته باشه اینا رو علم سیاست داره. مثلا یک رشته وقتی یک دیسیپلین میره تبدیل میشه که ترمینولوژی داشته باشه، یعنی مفاهیم داشته باشه، کانسپت. شما به انگلیسی کانسپت میگن مفهوم، ترم ها و مفاهیم تخصصی خود داشته باشه، آنقدر داشته باشه که نیازی به کمک گرفتن از دیگر رشته‌های علمی نداشته باشه، خود از برای خود مفاهیم کافی داشته باشه. مفاهیمی که در علم سیاست ما شما داریم مثل مشروعیت و مثلا قدرت و حاکمیت و آزادی و عدالت و هر چیزی که در علم سیاست هست. خب اینا مفهوم یاد ما باشه که بین مفهوم و لغت تفاوت است. هر کدوم از اینا میتونیم به شکل لغت استفاده کنیم و در داخل فرهنگ لغات به دنبال معنایی بگردیم و میتونیم در این زمان به یک اصطلاح وقتی به اصطلاح در نظر بگیریم یک بار معنایی خاصی داره و شما باید معنا رو در درون فرهنگ اصطلاحات پیدا کنید. خب شما ببینید در علم سیاست و صدها فرهنگ وجود داره در زبان‌های مختلف. در این زبان فارسی فرهنگ اصطلاحات علم سیاسی وجود داره و اون فرهنگ اصطلاحات پر از اصطلاح علم سیاسی است. به معنای از اینه که این رشته از نظر ترمینولوژی و مرحله استقلال رسیده، ترمینولوژی خود داره. خب کانسپت یا لغت تفاوتی چیه؟ تفاوت اینه که لغت اسم یک شی ممکنه باشه، ولی کانسپت وقتی میگیم یا مفهوم وقتی میگیم یا اصطلاح وقتی میگیم او یک اندیشه است، او تنها یک لغت نیست. به طور مثال اگه ما میگیم گربه، یکی اسم مثلا این گربه از سگ نیست، گربه است دیگه، منظور دیگه نداره.
اما گاهی گربه به یک اصطلاح استفاده فلانی یا فلان حیوان مثل یک گربه است. منظور ما در اینجا یک اندیشه است، یعنی ما میخوایم بگیم که یک حیوان تیز دندان مثلا چالاک شبیه پلنگ دشمن نوش با قدرت و واکنش بسیار سریع گوشتخوار، تمام خصوصیات و ویژگی‌های گربه در درون همین لغت گربه به یک کانسپت و به یک مفهوم وجود داره. وقتی هم که ما در علم سیاست میگیم مفاهیم یا ترم‌ها یا ترمینولوژی میگیم، وقتی ما یک مقاله علمی میخوایم بنویسیم خیلی مهم است که ما از ترمینولوژی امور رشته استفاده کنیم. حتی وقتی تحلیل سیاسی میکنیم اگر با اون ترم‌ها آشنا نباشین به زبان عامیانه نمیتونیم یک موضوع سیاسی رو به مفهوم علمی از مطرح کنیم. وقتی میتونید که با مفاهیم موضوع آشنا باشین و از مفاهیم استفاده کنید، خیلی زود هم فهمیده میشه کسی که مثلا صحبت میکنه آیا با ترمینولوژی یعنی علم آشنا هست یا نیست. پس ببینید ترمینولوژی علم سیاست وجود داره، فرهنگ‌های سیاسی وجود داره. در این زبان فارسی شما ببینیم دانشنامه محمد آشوری فکر می‌کنم است، نام ایرانی وجود داره، دانشنامه سیاسی، نام دانشنامه سیاسی و فرهنگ اصطلاحات سیاسی وجود داره که مفاهیم علم سیاسی، مفاهیم اساسی علم سیاسی که در مورد ترجمه کرده وجود داره. اینا شما واکنید پر است از مفاهیم. موضوع دیگه متدولوژی است، باید در راز متدولوژی مستقل باشه، متدولوژی خود داشته باشه، نیاز به نداشته باشه که دیگه من دیگه کمک بده. از نظر متدولوژی علم سیاست بسیار غنی است و صدها متد و متدولوژی در علم سیاست هست که استفاده شده. دیگه تئوری‌های علم سیاست در هر بخش تئوری‌ها وجود داره. تئوری‌ها یعنی چی؟ یعنی که فرضیه‌های مطرح شده، دانشمندا این فرضیه‌ها رو تست کردن و مجموعه فرضیه‌هایی که مثلا در به میبر یک موضوع خاصی به یک موضوع رو به یک ایده رو تونسته حمایت کنه، به یک مرحله رسیده که میتونه یک وضعیت کاملا توضیح بده و وضعیت مشابه در هر جای در هر شرایطی توضیح بده، وضعیت‌های مشابه که میگم تئوری، یعنی یک نظریه تست شده. این نظریات علم سیاست کافی پر است. مثلا دیگه جامعه علمی است، دانشگاه‌های با دانشکده‌ها به نام دیسیپلین وجود باید داشته باشه، مجلات وجود داشته باشه، کنفرانس‌های بین‌المللی وجود داشته باشه. همه اینا در علم سیاست هست. کنفرانس‌های جهانی در سطح یونسکو برگزار میشه و همچنین درجه‌های علمی است، لیسانس، ماستری، دکترا، پست‌داک، همه در علم سیاست در هر رشته وجود داره در دنیا و غیره و غیره. همه اینا نشون میده که دیسیپلین علم سیاست وجود داره مثل علم، اما نوع تحقیقات و به اصطلاح جریان علمی، جریان برخورد علمی به کلیت این دانش طوری بود که در چارچوب پوزیتیویسم رفتارگرایی به وجود آمد که تحت تاثیر همون پوزیتیویسم بود و اینا در حقیقت در درون یک پارادایم عمل میکردن. به اون پارادایم اساسی بود که ما مسائل متافیزیکی و اخلاقی و ارزشی و ذهنیات و ملاحظات رو باید دخیل نکنیم در تحقیقات خود. تحقیقات ما کاملا باید عینی باشه، مبتنی بر مشاهده باشه، مبتنی بر تجربه باشه و رفتارگرایی همین کارا رو میکنه. رفتارگرایی یعنی چی؟ یعنی که یک متد یا یک به اصطلاح علامه کلی پارادایم، ترجمه هم که بعضیا کردن میگن که یک قالب فکری، من فکر میکنم پارادایم بگیم بهتره. یک مثال خیلی جالبه که یک دانشمند عرب زده که جالب است بگم، پارادایم تشبیه کرده به زهدان و شما میدونید که در زهدان یک گوسفند یک بزغاله کلام میشه، در زهدان یک گوسفند یک آهو کلام نمیشه. لذا در هر دوره پارادایمی آنچه که تولید میشه از علم، نگاهی که به علم میشه، توضیحاتی که میشه، تحقیقاتی که انجام میگیره، همه در درون یک زهدانه و به این خاطر قابل پیش بینی است که چی تولید میشه. اما اگر این زهدان تغییر کرد، زهدان دیگه آمد، این بار دیگه تمام به اصطلاح تولیدات علمی ماهیت اینا تغییر میکنه، چیز دیگه میشه. وقتی که رفتارگرایی دچار بحران شد، به این وجه از اون جریانی که ظهور کرد که خیلی تاثیرگذار بود، رویکردهای تفسیری و گفتمانی بود. رویکرد تفسیری و گفتمانی ادعا کرد که امر سیاسی تنها از رفتار نیست یا مجموعی از رفتارها نیست، بلکه شبکی از معانی و زبان و گفتمان هاست. و میشل فوکو دانشمند مشهوریه که در بحث گفتمان در حوزه علم سیاست زیاد مطرح است
و اون مدعی شد که قدرت از طریق گفتمان ها عمل میکنه، قدرت از طریق گفتمان ها عمل میکنه و واقعیت در چارچوب زبان و دانش ساخته میشه. این رقم نیست که واقعیت های سیاسی وجود داشته باشه ما فقط بریم اون رو مطالعه کنیم، بلکه زبان و گفتمان واقعیت میسازه، معنا تولید میکنه، دانش تولید میکنه و دانش در حقیقت حتی وقتی مینویسه اون میگه پاور نالج با یک فلش جدا میکنه، یعنی دانش قدرت است. چی معنا؟ حالا یک ذره بیشتر توضیح بدم. قبل از میشل فوکو در حوزه زبانشناسی و فلسفه زبان کسای دیگه کار کرده بودن و در حقیقت زمینه برای میشل فوکو مسائل ساختن که میشل فوکو در حقیقت گفتمان و واسه گفتمان رو در قلب علم سیاست بیاره و علم سیاست رو به طور تغییر پارادایمی بسازه. یعنی ما دیگه وارد یک پارادایم دیگه‌ای بشیم در حوزه علم سیاست و پارادایمی که مبتنی بر پوزیتیویسم و رفتارگرایی بود در حقیقت دیگه از عرصه بیرون شد و به تاریخ می‌پیوند. او دانشمندا یکی سوسور بود. سوسور در بحث گفتمان خیلی کار کرده و چیزایی که به اصطلاح سوسور مطرح کرده کالا به اونا نمیشه بپردازم خیلی. بحث دال و مدلول و اینکه دالای مرکزی و دالای شناور رو در داخل یک گفتمان و بحثی که زبان اصلا از نظر سوسور یک ساختار نشانه هاست و معنا ذاتی نیست بلکه معنا از تفاوت در یک ساختار تولید میشه. اینا مسائلی بود که و سیاست فقط عمل نیه بلکه بازی معناها هست. یعنی این مباحث حالا اگه مثال بزنم که روشن بشه توسط سوسور مطرح شده. مثلا اگر شما از نظر اولا گفتمان چی است؟ ببینید ما بعض وقتا گفتمان رو مفهوم گفتگو استفاده میکنیم، به درست نیست. گفتمان اگه به یک لغت استفاده کنیم میشه گفتگو. حالا ما قبلا کانسپت توضیح دادم مفهوم یا ترم. اگه به یک ترم استفاده کنیم باید به داخل فرهنگ اصطلاحات به دنبال معنای بریم. گفتمان مجموعی از معناها و روایت‌ها و زبان‌ها یک واقعیت سیاسی رو میسازه. واقعیت سیاسی رو میسازه. به طور مثال اگر شما در مورد حقوق زن صحبت میکنید، اگر شما در زبانی که استفاده میکنید میگیم حق زن حق داره مثل مرد باشه، باید حق مساوی داشته باشه، باید توسط قانون مورد حمایت قرار بگیره، زن حق آزادی بیان و حق مشارکت سیاسی و حق فلان اینا رو باید داشته باشه. در حقیقت این گفتمان و یک کلمات نشون میده شما در درون یک گفتمان لیبرال و حقوق بشری صحبت میکنید. اما اگر این طرف اومدین گفتین که مسئله زن از کلماتی مثل حیا و حجاب و تقسیم کار بین زن و مرد و مسئله به اصطلاح سرپرستی از خانواده و حفاظت از کیان خانواده و اینکه اگه زن مثلا با محیط مردانه کار کنه ممکنه که در مشکلات خانوادگی به وجود بیاید و اینکه زن مادر است و این ادبیات را استفاده میکنید میبینیم داخل یک پارادایم دیگه است. ببخشید یک گفتمان دیگه است. گفتمان شما فرق میکنه. لذا اینجی بحث حقوق زن میبینیم که از با گفتمان‌های مختلفی اگر به او برخورد میکنیم معناهای مختلف تولید میشه. و واقعیت متفاوتی ساخته میشه. این در حوزه قدرت و در حوزه سیاست کاربرد بسیار فراوانی داره. دانشگاه، رسانه‌ها و خود دولت گفتمان‌ها رو تولید میکنن. مثلا گفتمان‌ها و واقعیت تولید میکنن. حالا مثلا سوسور گفتمان میگن که فراتر از یک جمله است. یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که انگلیسی‌ها میگن وسط خط و واخون بیشتر از یک جمله به معنی که ممکنه که شما کلماتی رو استفاده کرده باشین اما این کلمات بیشتر از اون چیزی که در متن آمده معنا تولید میکنه. به طور مثال اگر شما فیصدی یک قوم رو میگین غیر مستقیم اشاره میکنیم به فیصدی قوم دوم. اگر مثلا یک حزب متهم به تمامیت خواهی میکنید درست
غیر مستقیم اشاره میکنیم، به طور مثال اشاره میکنیم که یک حزب دیگه مورد به حاشیه رانده شده. درست؟ اگر به یک حزب، یک قومی ادعا میکنه که عدالت اجتماعی وجود نداره، اشاره به این داره که یک جریان دیگه ظلم کرده و حق رضایی کرده. چرا؟ چون عدالت اینه که حق و حقدار برسه. وقتی عدالت وجود نداره، به معنی اینه که حق یک ضایع شده و اون حق یک کس دیگه خورده، اون کسی که خورده او ظالم است. لذا پشت از این کلمه می‌بینیم که بسیار کلمات دیگه‌ای وجود داره که در ارتباط به این کلمه که شما استفاده کردین یا این حرف که شما استفاده کردین معنا تولید می‌کنه و دارای معنا میشه. به طور مثال شما تروریسم در نظر بگیرین، اگر یک دولت یک کسی یا یک گروه به تروریست متهم میکنه، تنها کلمه تروریست نیست، پشت سر از اون به معنای دیگه تولید میشه. مثلا میگه که این گروه مخالف امنیت، اینا امنیت مختل میکنن، اینا مخالف قانونن، اینا مخالف نظامن، اینا دنبال براندازی نظامن، اینا دشمن مردم جامعه هستن. اما اگر طرفدارای یک گروه خود تروریستی نمیدونن، مبارز آزادی میدونن، خب مبارز آزادی میدونن، اتومات معانی دیگه‌ای که در تولید میشه در تقابل چیه؟ مسئله اشغال، مسئله ظلم، مسئله سرکوبه. ما میگن ما برای آزادی مبارزه میکنیم، به خاطر کشور ما اشغال شده. شما ببینید در دو تا گفتمان تروریسم یک لغت، یک گروه در یک گفتمان تروریست معرفی میشه و مخالف نظم و امنیت و به طور مثال قانون، و در یک گفتمان دیگه مبارز آزادی بخش معرفی میشه که با اشغال و با استعمار و با استکبار و با ظلم و با اینها میخواه بجنگه. در یک گفتمان فوق العاده مثبت و فوق العاده معنای مثبتی تولید میشه و قدرت از اون مشروعیت پیدا میکنه، توجیه قانونی پیدا میکنه، توجیه شرعی پیدا میکنه، توجیه ملی پیدا میکنه. در یک دیگه برعکس. لذا میبینیم که یک اصطلاح در دو گفتمان دو تا معنا مختلف تولید میکنه، دو تا واقعیت مختلف رو میسازه. حالا شما در تمام مباحث سیاسی اگر از بعد فرهنگی و تفسیری و هرمنوتیک و گفتمانی نگاه کنید، میبینیم که بله واقعیت ها ممکنه که توسط زبان و توسط گفتمان ها ساخته شده باشه. با قول سوسور ممکنه که برساخت باشن و اصلا واقعیت نداشته باشن، یا نیمه واقعیت باشن نیمه برساخت باشن. یعنی اصطلاح برساخت هم که سوسور مطرح میکنه. لذا این برساخت در شما واقعیت هایی رو میسازین که ممکنه که به لحاظ ذاتی اصلا وجود نداشته باشه. و سوسور ادعایی هم بود که معنا از تفاوت تولید میشه، نه از به اصطلاح چیز نداره، معنا ذاتی نیست بلکه از تفاوت ها تولید میشه. به طور مثال شما در این مثالی که زدم، تروریست در برابر نظم قرار میگیره، در برابر قانون قرار میگیره، در برابر امنیت قرار میگیره، ولذا یک معنای تولید میشه، دشمنی با قانون. در یک معنای دیگه باز همین آدم وقتی که مبارز آزادی تلقی شد، مخالف در برابر چی قرار میگیره؟ در برابر اشغال، در برابر ظلم. چرا؟ چون مبارز است برای آزادی وطن خود. پس اتومات میبینیم که از این تفاوت معنا تولید میشه. مثلا اگه ما بگیم زن شرقی، زن غربی، زمانی معنا تولید میشه که شما زن شرقی در برابر زن غربی قرار بدید. اگر این تفاوت وجود نداشته معنا وجود نداره. حالا این ما به طرف بحثای چی نرو. و بعد از او باختین است، بعد از سوسور که در حوزه گفتمان و در بحث زبانشناسی کار میکنه، و تفاوتی که باختین میاره اینه که میگه هر متنی و هر گفتاری تک صدایی نیست، بلکه در حالت پاسخ دادن به گفتارهای دیگه است. و گفتمان سیاسی در حقیقت میدان تقابل صداها و روایت هاست. مثلا اگه مثال بزنم از در باختین در حقیقت او نگاه ساختاری که سوسور مطرح میکنه او رو تحرک میده و حرکت در میاره و پویا میسازه. میگه که
اینطور نیست که مثلا گفتمان‌های وجود داشته باشه و اینا معنا رو تولید کرده باشه، بلکه هر گفتمانی ممکنه در پاسخ به گفتمان دیگه باشه، ممکنه در تقابل با گفتمان دیگه قرار بگیره و از درون از نوع معنا تولید بشه. حالا یکی ممکنه غلبه کنه، یکی ممکنه تضعیف شه، یا ممکنه هر دو در عین زمان در تولید یک معنا مشارکت کنه. اما و به این ترتیب مثلا اگه مثال بزنیم، به این ترتیب گفتمان در حقیقت گفتمان سیاسی میدان تقابل صداها و روایت ها میشه و اگر شما این صدا رو فقط بشنوید ولی این صدا در برابر چه صدایی ارائه شده، این روایت در برابر چه روایت ارائه شده، باز تحلیل شما واقعیت درست نمیتونه توضیح بده، بخش از واقعیت توضیح میده. حتما باید ببینیم که این صدا در برابر چه صداهای دیگه بالا شده و اون صداها چه به دنبال تولید چه معناهایی هستن. مثلا شما اصلاحات انتخاباتی در نظر بگیریم، به یک مثال، دولت ها همیشه میگن که ما اصلاحات آوردیم در نظام انتخاباتی، اما اپوزیسیون، گروه قانونی مخالف دولت، میگن که نه این اصلاحات کافی نیست و کلا گفتمان از اونا اینه که انتخابات احتمال از یک توسط دولت مهندسی بشه و رأی خورده بشه وجود داره. اما گفتمان دولت اینه که انتخابات اصلاحات آماده و کارایی داره و عادلانه برگزار بشه. و بقیه مردم هم ممکنه که چندین صدای متفاوت در این زمینه ارائه کنند. لذا این صداها روایت‌های مختلف در درون جامعه امر سیاسی شکل میده، واقعیت شکل میده و معنا تولید میکنه. و شما نمیتونیم ادعا کنیم که واقعیت‌ها از قبل وجود داره، فقط نیاز به اینه که ما بریم اونا بر اساس آمار و ارقام و سرشماری و مشاهده و فلان روش‌ها مطالعه کنیم. لذا اینجا می‌بینید که تغییر پارادایمی در علم سیاست به وجود میاد که او همین دیدگاه تفسیری و در حقیقت گفتمانی است که میشه حکومت را میکنه. چیزی که اضافه در اینجا باید بگم اینه که همونطور که قبلا اشاره کردم، علوم اجتماعی در کل و علم سیاست به صورت خاص مثل علوم طبیعی نیستند که کل جریان علم در ضمن مجموع یک پارادایم قرار میگیره، بلکه در اینجا پارادایم‌های مختلفی ظهور میکنه و در درون یک علم وجود داره. یعنی میدان رقابت پارادایم هاست علم سیاست. مثلا شما همزمان با اینکه نظریه گفتمان به یک پارادایم جدید ظهور میکنه که امروز بیشترین تحقیقات علمی، پژوهش‌های علمی، تحلیل‌های علمی بر اساس نظریه گفتمان عمل میکنه. یادم میاد از تلویزیون طلوع یک کسی بود در فراخبر میامد و تحلیل میکرد، میگفت که جان کری امروز چند بار فلان کلمه را استفاده کرد، چند بار فلان کلمه، برو عزیز وقت تاکید میکرد که چند بار فلان کلمه را استفاده کرد، اما ابعاد دیگه قضیه کلا نادیده گرفته میشد و به این تکیه میشد که چند بار فلان کلمه را استفاده کرده، مثلا حقوق زن چند بار استفاده کرده، پس به معنایی که زیاد مهم است از نظر سیاست نظر. ولی تحلیلیه که خب از بود نظری گفتمان هم خواسته باشیم مطالعه کنیم، خب به شکل پیش نمیره. حالا من نشان دادم که چگونه کسایی که نظری گفتمان رو انکراف دادن چه ابعاد مختلف در نظر گرفتن. یعنی شما به نظر سطور که در نظر بگیریم، ساختار رو باید در نظر بگیریم، ساختار یک گفتگو یا گفتمان فرض کنید یک تظاهرات هست و مردم شعار میدن، شما همین شعارها رو در نظر میگیرین، اول میبینین که کدام مسائل، کدام خواسته ها و مطالبات برجسته بوده، مطالب برجسته رئیس دالها عمل میکنه و باز هر دال مدلول ها داره و بین اینا رابطه است و بعداً شما میتونید که باز ببینید که این مفاهیم در تقابل با چی است، هر جمله که ارائه شده یا هر حرفی که استفاده شده، کلمه‌ای که استفاده شده، چه کلماتی به اصطلاح گفتیم که در گفتمان همیشه گفتمان میگن فراتر از جمله است، او بین خطها اونا چی است، اینا رو همه باید در کنار هم بگذارید تا بتونید به یک نتیجه برسید و تحلیلش با نتیجه بده. تو نمیشه فقط بگیم فلان جمله رو چند بار استفاده کرد، فلان اسم یا فلان حرف. ولذا در علم سیاست امروز ما به یک وضعیتی هستیم که به اصطلاح چندین پارادایم همزمان عمل میکنه. اگر ما چند تا از پارادایم‌ها رو نام بگیریم که کمی روشن بشه، پارادایم عقلانی لیبرالی. لیبرالیسم
اصلا روز 91 شوروی سقوط کرد. خب قبل از اون یک طرف شوروی بود، کمونیسم یا نظام سوسیالیستی مارکسیستی وجود داشت، به طرف لیبرالیسم وجود داشت و اینا دو تا به اصطلاح پارادایم کلان رقیب بودن که در خیلی از حوزه‌های علمی تاثیر داشتن، در تولید حقیقت و در تولید معنا و در به اصطلاح شکل دهی به واقعیت ها. اما بعد از اینکه سوسیالیسم سقوط کرد، جهانی شدن ما یک جهانی شدن لیبرال شدن، لیبرالیسم جهانی شد در دنیا، تاثیر عظیمی گذاشت. و در لیبرالیسم عقل یعنی رشنالیتی، یعنی اینکه حساب کتاب و محاسبه و سنجش منفعت بسیار یک اصل مهم است. به این خاطر در علم سیاست یک از پارادایمایی که وجود داره پارادایم عقلانی لیبرالیسم. الان شما خیلی از مسائل میتونید از این لحاظ، مثلا اگر یک تظاهرات شده از این دیدگاه اگر نگاه کنید، شما به این نگاه میکنید که اینا چگونه سنجش کردن منافع خود، چی منافعی دارن، چی دست میارن، چی دست میدن در این تظاهرات و اینا رو لیست میکنید. این میشه مبنای تحلیل شما و شما با اساس این تحلیل میتونید واقعیت کشف کنید که واقعیت چی است یا امر سیاسی در اینجا چی بوده و ایده به شناخت برسید. نسبت علم به دنبال شناخت است، شما به شناخت واقعیت برسید. اما در تئوری گفتمان گفتیم که به دنبال به اصطلاح تفسیر کلمات و زبان یک استفاده میشه و این زبان بسیار تاثیرگذار است. شما فکر کنید در یک جامعه قومی اگر یک قوم یا در یک جامعه مذهبی اگر یک مذهب علیه از او گفتمان از طرف رقیب، گفتمان رقیب علیه از او استفاده میشه، اگر غلبه کنه چقدر میتونه او رو به حاشیه برانه، چقدر میتونه به حاشیه برانه. حتی میتونه گفتمان ها میتونن ساختار ایجاد کنن، میتونن فرمت ایجاد کنن. این مثال جالب در قدیم و در زمانی که مجاهدین حکومت میکردن یک فرمت جالبی که حالا به ذهن میرسه، مردم تقسیم میشدن به مجاهدین و مردم عادی. مجاهدین وقتی میگفتن ما مجاهدین، تنها کلمه مجاهد نبود، از نظر گفتمانی اگه شما فکر کنید اونا میخواستن بگن که بخی ما جهاد کردیم، ما یک امر مقدس اجرا کردیم، ما بندهای خاص خداییم، ما قربانی دادیم، ما کوتاه نیامدیم، مردانگی به خرج دادیم. اونایی که قایدینن، اونایی که مثلا به جهاد شرکت نکردن، مردم عادی، اینا این ارزش‌ها ندارن، اینا تنبلی کردن، اینا از حقوق خدا سرپیچی کردن، اینا به اصطلاح بندهای خاص خدا نیستن، ما داخل فرق داریم. اونا در یک جعبه اطلاعی خود قرار داده بودن، به این مردم عادی در یک جعبه عادی. اما یک جعبه بسیار بعد دیگه وجود داشت که بسیار منفی بود و او کسایی بود که در حکومت کمونیستی کار کردن. اینا کمونیست بودن، اینا کافر بودن، یکی میگفت زنا خودتون دوباره نکاح کنید، یکی دیگه چیز میگفت. و اینا کسایی بودن که غلام شده بودن، غلام علاقه به گوش شده بودن، به کمونیسم ایمان آورده بودن، دین ترک کرده بودن. هزار تا اتهام میتونستی به اینا وارد کنید که با یک تقسیماتی که اینا در طبقه کمونیست‌ها قرار می‌گرفتن. یعنی شما در یک جامعه یک فرمتی ایجاد کردیم که تقسیم کردیم مردم رو مجاهدین و مردم عادی و کمونیست. و این تنها همین سه تا کلمه مجاهدین، مردم و کمونیستا، این سه تا کلمه تنها سه تا کلمه نیست، بلکه هر کدام از اینا یک دالیه و مدلول‌هایی داره و رابطه بین از اینا، این دالها یک عالم معنا تولید میکنه، یک عالم نظم به وجود میاره، قدرت خلق میکنه. شما دیگه قدرت دارین که اون رو سرکوب کنید. اگر یک دولتی یک گروه مخالف خوده درست تهدید به امنیت اعلام کنه، این قدرت تولید میکنه، معنا تولید میکنه. یعنی چی؟ یعنی که دولت دیگه حق داره که اینا سرکوب کنه، دولت حق داره که اینا محاکمه کنه، دولت حق داره که علیه دوسیه بسازه، دولت حق داره که تعقیب کنه. ولی اگر اونا رو میاد به طور مثال میگه که نیروی مخالف قانونی اپوزیسیون حق دارن مثلا کار سیاسی کنن ولی حق ندارن علیه دولت کار نظامی کنن، در اینجی دولت اعلام میکنه که ما حق نداریم به اینا تعرض کنیم، ما وظیفه داریم که امنیت از اینا تامین کنیم، ما باید بودجه از اینا رو مثلا بپردازیم، ما باید اینو کمک کنیم که اینا دسترسی داشته باشن به مطبوعات و رسانه‌ها و تظاهرات و اینا بتونن کارهای خود انجام بدن، کارهای سیاسی خود در داخل جامعه انجام بدن و اگر تونستن مثلا رای مردم آوردن حکومت را از ما بگیرن. لذا این نیروی مخالف وقتی شما غیر قانونی و تهدید امنیتی اعلام میکنید تا اینکه قانونی اعلام میکنید، این اندازه مشروعیت و قدرت و معنا تولید میکنه و واقعیت جدید خلق میکنه، دو تا واقعیت متفاوت.
یک واقعیتی که یک گروه قانونی است و کار سیاسی و قانونی در چارچوب قانون میکنه و مشروع از کارش و دولت حق نداره به او اعتراض کنه. یک گروه دیگه که کار از غیر قانونی است و خلاف نظم است و او با فکر براندازی است و دولت حق داره کور سرکوب کنه، از بین ببره و غیره. اینا بحث‌های گفتمانی است که شما امروز در درون این گفتمان پارادایم هر رفتار سیاسی را به این شکل با استفاده از بازی‌های زبانی و با استفاده از معانی و واقعیت‌هایی که زبان تولید می‌کنه تحلیل می‌کنه. پارادایم انتقادی مارکسیسم، نظریات مربوط به پس از استعمار و نظریات فمینیستی، اینا رو میگن رویکردهای انتقادی، چون که اینا به ساختار و قدرت و به دانش و به سلطه اعتراض دارن. مثلا کمونیست‌ها چپی میگفتن، چرا؟ چون نظام حاکم بر دنیا که نظام کاپیتالیستی بود او در حقیقت راست به حساب می آمد. که اونا طرفدار اسلام موجود بودن دیگه. مارکسیست‌ها میگفتن که نه این نظام عادلانه است، بعد از ریشه متحول بشه، به خاطر اینا میگن چپ. ولی اینا انتقادی میگن دیگه. مارکسیست‌ها از مارکس که شروع میشه و بعداً آنتونی گرامشی یا مکتب فرانکفورت یا تا به حال نظریات اینا هست. میادن در کشورهای اروپایی که میبینیم که عدالت توزیع وجود داره تحت تاثیر نظریات سوسیالیستی بوده دیگه، یعنی وجود داره و این یکی از پارادایم هاست. یکی از پارادایمیه که با دانش و با ساختار و قدرت، مثلا پس از استعمار، نظریات پس از استعمار حالا در بین دانشمندا اگر خاص باشین مطالعه کنید، فرانس فانون و ادوارد سید مثلا خیلی مشهورن. اینا میگن که دانشی که تولید میشه جنبه غربی داره، غربی‌ها در دانش تسلط دارن. اینا میگن که مفاهیمی که تولید شده از نظر گفتمانی هم در از اونا گفتمان‌ها به نفع غرب بوده. مثلا غربی‌ها کشورهای جهان سوم به کشورهای، یعنی خود همین تقسیم به جهان اول و سوم قال اگرچه تئوری وجود نداره، یا شرق عقب مانده، شرق مثلا بی‌سواد، شرق فقیر در برابر غرب عقلانی، غرب که در او آزادی است، غرب که در او حاکمیت قانون است. اینا مفاهیمیه که در حقیقت با به اصطلاح یک نوع برتری و سیادت و بزرگی و متمدن‌تر بودن برای غربی‌ها حواله میکنه و برعکس رو به شرقی‌ها و مسائل زیاد دیگه که نشان میده که این مسائل یعنی رویکرد در دانش و در قدرت و در سلطه و در همه چیز نفوذ کرده و وجود داره. لذا کسایی که در روزی پس از استعمار کار میکنن، اونا در درون یک پارادایم کار میکنن که پارادایم انتقادی گفته میشه. یا فمینیستا سلطه مرد، سلطه تاریخی مرد نمیپذیرن، نظام مرسالار نمیپذیرن، قدرت نمیپذیرن، دانش میگن که با چه مرداست، دانش میگن که با تسلط گفتمان‌های مردانه شکل گرفته، لذا باید تغییر کنه. یادم میاد یک پروفسور خانم بود از مالزیا، مقاله داشت در بابی که مفسرین هم مرد بوده، لذا میخواست که توضیح بده که چقدر تاثیر گذاشته منافع مرد در این بیشتر لحاظ شده. خب حالا بگو بس نمید. و پارادایم بعد آخری پارادایم نهادگرایی هست. نهادگرایی های جدید. 3 تا جریان نهادگرایی مهم وجود داره و اینا هر کدوم از اینا در حقیقت کل همین نهادگرایی یک پارادایم است که باز در درون از رویکردهای مختلف. نهادگرایی عقلایی یعنی رشنال، نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی جامعه شناختی. نهادگراها میگن که باید به عوض فرد و گفتمان، به عوض فرد که در نظریات فرهنگ‌گراها با فرد تکیه می‌کردن و یا گفتمان در نظریات کلا یک پارادایم تفسیری گفتمانی به گفتمان تکیه میکنن به بود فرهنگی قضیه، یعنی نسبت به اینا ما باید به قواعد بازی نگاه کنیم، نهادها رو باید ببینیم. به طور مثال یک ما بزنم برای هر کدوم از اینا. نهادگرایی عقلانی میگه که افراد عقلانی هستند، سنجش و محاسبه میکنن، حساب کتاب میکنن، اما در چارچوب نهادها تصمیم میگیرن. نهاد تاثیر داره. خب
نهادگرایی تاریخی میگه که مسیر تاریخی و تصمیم‌های گذشته بر آینده تاثیر داره و آینده رو میتونه محدود کنه. و نهادگرایی جامعه شناختی تاکید بر فرهنگ و معنا و هنجار داره. میگه که شما نمیتونید که فرهنگ و هنجار رو به اصطلاح معنا نظام‌های معنایی نادیده بگیرید، اما همه اینا در درون نهاد. چیزی که داخل جمله توضیح بدم، نهاد یعنی چی؟ ما وقتی نهاد میگیم زمین ما میره به طرف پارلمان و کدام ساختمانی یا حزبی. نهاد تنهایی معنا نداره. نهاد در برابر مواضعه قرار میگیره، در برابر آن چیزی که وضع شده، در برابر آن چیزی که طبیعیه. مثلا نهاد خودش به معنای مواضعه است. باشید در برابر چیزای طبیعی، مثلا گرسنه شدن یک غریزه است، اما اینکه غذا رو میری خرید میکنی، خرید کردن یک نهاد است. در هر علمی ابزاران نهاد وجود داره. نهادها اینطور نیست که یک ساختمان باشه، یک بنای باشه. بله، یک بنا هم هست، یک ساختمان هم هست، یک سازمان هم، اینا هم نهادن، اما بیشتری نهادها در حوزه مفاهیم است. مثلا در حقوق وصیت یک نهاد است، هبه یک نهاد است، قرارداد یک نهاد است. در علم سیاست وضع کردن قانون یک نهاد است، مثلا اینکه آزادی بیان یک نهاد است، مثلا اعتصابات یک نهاد است، تظاهرات یک نهاد. اینا نهادهای سیاسی که میگن، اینا نهادهای و نهادها در حقیقت قواعد بازی تشکیل میدن، نه افراد. فرد در درون نهادها عمل میکنه. مثلا یک مثال اگه ما بزنیم، فرض کنید یک گروه قومی یا هویتی یا مذهبی یا هر چی تظاهرات کردن و میگن که اعتراض دارن. اعتراض دارن، میگن منافی مناظره گرفته شده. اگر شما بر اساس نهادگرایی عقلانی عمل کنید که بگیم افراد عقل دارن ولی در چارچوب نهادها تصمیم میگیرن، شما باید ببینید که آیا قانون اساسی به این قوم سهم لازم بداد یا نداد. شما در اینجا ببینید که قانونگذاری یک عمل رشنال است، عقلانی است. قانونات سنجش و محاسبه میکنن و بالاخره قانون وضع میکنن. اگر در اونجی که به صورت نهادی آمده باشن یک حق از یک قوم یک حقی قوم رو محروم کرده باشن یا محدود کرده باشن، طبیعیه که باعث محرومیت از اینا شده. لذا شما می‌بینید نهادها رو می‌بینید. یک مثال بزنید. نهادهای که نهادهای که رشنال به وجود آمده. به این خاطر است که اگر شما ببینید که در قانون یک کشور یا در یک پالیسی یک کشور و در دکترین سیاسی یک کشور یک تصمیم علیه یک قوم، علیه یک مذهب، علیه یک اقلیت، علیه یک حزب گرفته میشه، و خیلی جدی گرفته میشه. به خاطر اینکه در حقیقت او یک نهاد عقلانی است که به صورت عقلانی و هدفمند میتونه که هدف قرار بده، تارگت قرار بده یک گروه و اونا رو محروم کنه از یک امتیازات. لذا اگر ما خواسته باشیم محرومیت یک تظاهراتی که حالا شده، مثلا اعتراضی که شده، اگه خواستیم تحلیل کنیم، باید ببینیم که چه نهادهایی وجود داره که باعث محرومیت از اینا شده. نهادهای رشنال، نهادهایی که قانونگذار وضع کردن. چون اونایی که از نظر از اون نهادهایی که مصیبت خودجوش و تاریخی و واقعیت‌هایی بوده که سیاستگزارا به اونا تماس نگرفتن، سیاست به اونا کاری نگرفته، اونا دیگه در حوزه علم سیاست نیست از نظر از این. اما نهادگرایی تاریخی میگه نه، هر به اصطلاح تصمیمی که در گذشته گرفته شده باشه، چی رشنال باشه، یعنی چی عقلانی بر اساس سنجش و محاسبه بوده باشه، چی نبوده باشه، او میتونه که آینده رو تعیین کنه و بر آینده تاثیر بذاره. مثلا اگر شما در تقسیمات یک کشور، مثلا یک کشور فدرال، اگر شما تقسیماتی رو انجام داده باشین که یک قوم رو بسیار تقسیم کرده باشین به اقلیت‌های بین چند تا نظام ایالت، فرض کنید یک کشور 4 تا ایالت است، شما یک قوم ایالت‌ها طوری انجام دادین که یک قوم بین 4 تا تقسیم کردین، در حالی که میتونستن اون قوم یک ایالت داشته باشن. لذا حالا اینا در هر کدوم از ایالت‌ها اقلیت ضربینی شدن و سهم خود نمیتونن حاصل کنن، خاطر اقلیت قرار گرفتن. ولی حالا شما میتونید ببینید که ولو که تصمیم سنجیده نبوده باشه یا حتی بر اساس مرزهای طبیعی یا از هم تفکیک شده باشه، هر مبنایی که داشته بوده باشه، مسئله مهم اینه که او به اصطلاح نهاد، یعنی اون تصمیم و اون تصمیم تاریخی باعث شده که امروز اینا محروم باشن از حق خود. و در نهادگرایی جامعه شناختی این همین مثال اگه بزنید، همین تظاهرات را اگه شما خواستید تحلیل کنید، شما میخواید شما بریم ببینید که چه قوانین نانوشتی در گذشته مثلا وجود داشته که باعث تداوم سلطه یک قوم شده یا باعث مثلا محرومیت یک قوم دیگه شده.
قوانین نانوشته این قوانینی که مکتوب نیست ولی مردم به او باور دارن. به طور مثال اگه مردم باور داشته باشن که فلان قوم حق ریاست جمهوری نداره، یا مردم باور داشته باشن که فلان قوم به اصطلاح مهاجر است، بومی نیست، لذا از بعضی امتیازات نباید برخوردار باشه، بعضی از امتیازات مهم، یا فلان مذهب اقلیت خیلی محدودیه و خطر امنیتی ایجاد میکنه، مثلا سنی‌ها در ایران، لذا اینا بعضی محدودیت‌ها رو باید داشته باشن، مثلا نباید در تهران نماز جمعه بخونن چون نماز جمعه نماد به اصطلاح یک نمود سیاسی بسیار بزرگی داره در پایتخت کشور و اینا او پیوند به اصطلاح مذهبی که با کشورهای عربی دارن میتونه مثلا برای ایران که رژیم شیعه است خطر ایجاد کنه. این گفتمانی است دیگه. بس لذا در این شما می‌بینیم که یک به اصطلاح خب نادگرایی جامعه شناختی بر فرهنگ و انجارها و معنا گفتم تاکید میکنه دیگه. لذا شما در اینجا می‌بینید که قوانین نانوشتی که اگر در ذهن مردم وجود داشته که در قانون اساسی هم نیست، در قوانین هم نیست، ولی به صورت نانوشته در ذهن جامعه وجود داره، مردم به هر شکلی که بوده به این اعتقاد رسیدن که این اقلیت. مثلا در افغانستان ما مردمی داریم که در خیلی از قریه‌ها، حالا خدا نکنه که این سوء برداشت شه، کسایی هستن که سر مردم رو درست میکنن، استواین مثلا جت میگن چی میگن. خب مردمی هم مثل ما از لحاظ کرامت، از لحاظ حیثیت انسانی، از نظر حقوق، از هر لحاظ برابر با ما، هیچ قانونی وجود نداره که اونا رو از کدام حق محروم کرده باشه، ولی در قبال از اونا قوانین نانوشته زیادی وجود داره. مردم مثلا دیگه مردم با اونا ازدواج نمیکنن، مثلا خیلی مسائل دیگه. اینا قوانین نانوشته هستند که میتونن مثلا یک قوم رو از خیلی از امتیازات محروم کنه، حتی میتونه اون انسان زدایی کنه، انسانیتی رو از او بگیره. در هندوستان شما نظام کاستی که داشتین دقیقاً مسائل خوبی در این زمینه است. خانم کریمی فکر کنم که ما دیگه هم وقت داریم، یا اگه سوال چیزی داشته باشی که وقت معاف کنم. وقت ما ایسا رو با پایانه. فقط من یک سوال داشتم، اگه بشه کوتاه جواب بدین. و اگر بخوایم ساده و کوتاه تفاوت گفتمان و پارادایم بگین. بله چشم متوجه هستم. اینو چون بحث‌های خیلی کلانیه و من میخوام کوتاه در حد مبانی علم سیاست در حد کلیات گپ بزنم، به این خاطر دارم نمیتونه که خیلی وضاحت بده. قبل از اینکه بپردازم باید بگم که در نتیجه علم سیاست یک علم هست که چند لایه و پیچیده شده و چند پارادایمیه. یعنی شما به هر امری چندین پارادایم همزمان وجود داره که شما میتونید از درون هر پارادایم قضیه رو نگاه کنید و مطالعه کنید و پژوهش انجام بدید برای شناخت واقعیت. اما این یک گپ منفی نیست، یک گپ مثبت است. یعنی شما وقتی که به یک محقق پارادایم‌های مختلف رو بشناسید و از زاویه دید هر پارادایمی که به قضیه نگاه کنید، جنبه‌های مختلفی از واقعیت به شما روشن میشه. و به طور مثال همین مثال تظاهرات یا اعتراض یک قوم که ما مثال زدیم، شما می‌بینید از در درون یک پارادایم رویکردهای مختلف وقت در نظر می‌گیریم. در درون پارادایم نهادگرایی که نهاد در اهمیت میده برای تحلیل و برای شناخت واقعیت، شما می‌بینید که اگر نهاد عقلانی و خلاقی در نظر بگیریم و جامعه شناختی یا تاریخی، می‌بینیم که هر سه طور همزمان در نظر بگیریم از سه بود متفاوت واقعیت روشن میشه. ولی همین واقعیت بریم از درون پارادایم گفتمانی لازم بیس گفتمان مطالعه کنیم، از درون مثلا پارادایم عقلانی لیبرالی مطالعه کنیم، از درون پارادایم‌های انتقادی مثلا پسا استعمار و مثلا فمینیسم، و البته که در بعضی مسائل در این مسئله اگه شما مسئله فمینیسم داریم رو نگاه میکنه که چقدر زن در این وجود داشت، چقدر مرد وجود داشت، کی صدا داشت، کی صدا نداشت، صدا کی شنیده شد، کی نشد، و قضیه میره به طرف رابطه مرد و زن و حقوق زن و جایگاه زن و اهمیتی داشتن از او، حضور تشریفاتی و یا واقعی از او. شما با استفاده از همه پارادایم‌ها میتونیم بیشتر واقعیت سیاسی رو تحلیل کنیم، بشناسیم و پژوهش کنیم. در بحث قسمت سوال شما ببینیم پارادایم گفتم که یک چارچوب کلی علمی است. در پارادایم شما می‌خواید بفهمید که چگونه بدانید یک واقعیت سیاسی است، یک امر سیاسی می‌خواید پژوهش کنید. پارادایم به شما کمک می‌کنه که پژوهش خودش چگونه انجام بدید و او هم در لحاظ علمی، یعنی سیاست در سطح نظریه‌ها و روش‌ها می‌خوایم مطالعه کنیم. بله.
اما گفتمان که از مجموعی از معناها و روایت‌ها و زبان‌های یک واقعیت سیاسی رو می‌سازه. بله. و گفتمان به اصطلاح نسبت به هر چیزی میتونه یک گفتمان وجود داشته باشه، شکل بگیره و ده‌ها گفتمان شکل بگیره. به قول باختین گفتمان در برابر گفتمان‌های دیگه شکل میگیره، جوابی برای گفتمان‌های دیگه. ممکنه در یک همین مسئله تظاهرات شما در نظر بگیرید، گفتمان دولت در برابر تظاهرات چیه؟ دولت که هیچ قانونی وجود نداره که اینا رو از حق اینا محروم کرده باشه، هیچ تبعیضی صورت نگرفته، این ما اینقدر نیرو از اینا استخدام کردیم، اینقدر در قدرت اینا شریک هستن، فلان هستن. رضا تظاهرات از اینا چی است؟ یک نوع اعتراض به نظام است، اینا تحت تاثیر مخالفین قرار گرفتن. این گفتمان نظام علیه از است. اما گفتمان از اونها چی است؟ اونا میگن ما دچار محرومیت شدیم، این مشارکت ما در حد مأموریت است، ما میخوایم به اختصاص هم داشته باشیم، ما از این وطن هستیم، ما ظلم شده و ما معاشران شدیم، فلان فلان فلان. در یک مسئله و مردمای دیگه، دانشگاهی‌ها دیگه تحلیلی از این ارائه میدن که کوشش کنن بی‌طرفانه مثلا قضاوت کنن قضیه، و مردم عادی دیگه هم شما در یک قضیه می‌بینید که 10 تا گفتمان میتونه وجود داشته باشه. اما همه اینا در درون یک پارادایم تحلیل میکنن که پارادایم گفتمانی است. این پارادایم ثابته و تا زمانی که به اصطلاح تئوری ها و فرضیه ها و مفروض ها و به اصطلاح رویکردها و رأیافت های مختلفی که در درون یک پارادایم تولید شده اینا دچار نقصان نشه و ضعف‌ها از اینا افشا نشه و پارادایم دچار بحران نشه، پارادایم سقوط نمیکنه، پارادایم دوام میاره. مثلا پارادایم رفتارگرایی اونقدر دوام آورد که پارادایم جایی که ضعف‌ها از اون اونقدر زیاد شد دچار بحران شد که دیگه اعتبار خودت از دست داد و پارادایم جدید اومدن جایگزین شدن. ما میتونیم بگیم که مثلا در یک پارادایم چند تا گفتمان میتونه جای بگیره، یعنی چنین چیز ممکنه؟ بدون شک. شما خود گفتمان امروز حیثیت یک پارادایم داره. شما در درون پارادایم گفتمان هر موضوع سیاسی رو میتونید تحلیل گفتمانی کنید. وقتی شما تحلیل گفتمانی میکنید در حقیقت یک گفتمان رو استفاده کردید. اما یک گروه دیگه گفتمان دیگه استفاده میکنه، یک گروه دیگه گفتمان دیگه باید یک به نسبت به یک امر سیاسی دیگه باز 10 تا گفتمان شکل میگیره. اما همه این گفتمان ها 1 میلیون گفتمان همه اینا در درون یک پارادایم عمل میکنه. پارادایم گفتمانه. در اون پارادایم چی است؟ در اون پارادایم میگه که واقعیت ساخته شده نیست که ما مطالعه کنیم، واقعیت ساخته میشه. معنا تولید میشه. معنا و واقعیت وقتی تولید شد قدرت تولید میکنه. قدرت وقتی تولید شد در حقیقت میتونه با تغییر گفتمان قدرت تغییر کنه. مشروعیت نظام همه چیز. مثالی که ما شما گفتم، مثلا اگر دولت یک گروه تهدید امنیتی اعلام کنه در یک گفتمان چیکار میشه؟ قدرت پیدا میکنه دولت، قدرت سرکوب از اونها، قدرت از بین بردن از اونها. اگر دولت یک گروه محدود الدم اعلام میکنه، یک کشتن اینا رواست، اینا علیه اینا باقیان، اینا بغاوت کردن، خب دولت قدرت پیدا میکنه اونا رو از بین ببره، اونا رو سرکوب کنه، اونا رو به زندان‌ها بندازه، اونا رو قلقم کنه. لذا این قدرت از کجا به وجود اومد؟ از توجیه حاصل شده. توجیه چگونه حاصل شده؟ از به اصطلاح مشروعیت زدایی کردن از فعالیت‌های اون گروه. اون گروه رو فعالیت دور مشروعیت زدایی میکنن، میگن عمل اقدام مشروع است در برابر عمل نامشروع. دولت وظیفه داره که اقدام کنه، لذا قدرتی که دولت علیه از اون اعمال میکنه مشروع میشه، موجه میشه، معقول میشه و وظیفه میشه. وظیفه دولت که قدرت داره اعمال کنه. لذا حالا برعکس در نظر بگیرید، اگر اون گروه تونست که گفتمان قوی داشته باشه، صدای مثلا رساتر و بالاتر در سطح جهانی ارائه بکنه، باز میتونه گفتمان دولت رو تضعیف کنه. و به این خاطر که افکار عمومی و رسانه‌ها اینقدر در دنیا امروزی مهم شده، چون اینا میتونن که قدرت دولت رو کاملا تضعیف کنن. و برعکس که دولت رسانه‌ها و افکار عمومی به اختیار داشته باشه، قدرت بسیار قوی میتونه قدرت مالو رو بسیار قوی داشته باشه. و در تعریف سیاست هم از مارگنتو که در بحث سیاست لازم قدرت تعریف میکنه، میگه کسب قدرت، حفظ قدرت، نمایش قدرت، افزایش قدرت، نمایش قدرت. و این در این چیز قدرت رو زیاد میکنه. یکی از اون چیزایی که قدرت رو زیاد میکنه مسائل گفتمانی است، زبان است، تبلیغات است. چرا اینا میتونن؟ به خاطر اینا معنا تولید میکنن، اینا مشکلات تولید میکنن، اینا واقعیت جدید میسازن، برساخت ایجاد میکنن. اینا همه نشون میده که او
پارادایم قبلی که فکر میکرد که واقعیت وجود داره، فقط ما میخوایم اون بشناسیم، پور زیر سوال وجود دیگه کارایی نداره. حالا ما میفهمیم که نه، واقعیت میتونه ساخته بشه. هر کس که گفتمان قوی‌تری ارائه کنه واقعیت میسازه. و باختین هم که میگه که گفتمان‌ها در برابر هم به صورت چند صدایی عمل میکنن، نشان میده که خب هر کس گفتمان قوی‌تری ارائه کنه، منطق قوی‌تری و صدای بالاتری، و میتونه گفتمان‌ها دیگر تحت فشار قرار بده و واقعیت از منظر خود خوب تعریف کنه، بسازه و تأمین بده، نشر کنه. بسیار تشکر از شما. فکر کنم که بحث ما همینجا به پایان میرسه. استاد محترم اگر شما حرف دیگه نداشته باشین. تشکر. ما در این حد مبانی حفظ میکنیم. تشکر از شما. این بحث ما یکم مشکل بود چون هم اینجا بحث زبانشناسی یک رشته دیگه است و هم بحث فلسفی یک رشته دیگه است. بله و واقعا خیلی یک بحث دلچسبی هم بود، خصوصا برای من. خب تشکر از شما و تشکر از شما مخاطبین عزیز که تا حالا با ما بودیم. اگر کدام سوال داشتین و کدام نظری میشه در بخش کامنت ها با ما شریک بسازیم تا هفته بعد که مجددا در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما، وقت شما خوش.